سلام دوست عزیزم، به کانال خودت خوش اومدی. امروز میخوایم در مورد قانون جذب با هم دیگه صحبت کنیم. آیا قانون جذب واقعیت داره؟ قانون جذب چی میگه؟ قانون جذب یا قانون باور، اصلا علم چی میگه؟ تا حالا شده همه چیزو تصور کنی ولی هیچ اتفاقی نیفته، یا برعکس یه چیزی رو باور داشته باشی و یهو زندگیت عوض بشه؟ توی این ویدیو با هم بررسی میکنیم که آیا قانون جذب واقعا کار میکنه یا همه چیز به باور ما برمیگرده. این یه دیدگاه متفاوته که شاید مسیر فکری تو رو برای همیشه عوض کنه. اول میریم سراغ قانون جذب. اصلا ببینیم قانون جذب چیه؟ قانون جذب چی میگه؟ قانون جذب میگه به هر چیزی که فکر کنی همونو وارد زندگیت میکنی. کائنات پاسخ افکار تو رو میده. یعنی مثلا اگه به ثروت فکر کنی کم کم شرایطش وارد زندگیت میشه. کتاب‌هایی مثل راز اینو خیلی تبلیغ کردن. اما یه سوال مهم اینجا، فقط با فکر کردن واقعا چیزی وارد زندگیمون میشه؟ اشکالات پنهان قانون جذب. مشکل اینجاست که قانون جذب خیلی وقتا آدمو تو خیالات نگه میداره. تو فکر میکنی فقط باید مثبت باشی، نگران نشی، ولی هیچ اقدام واقعی نمی کنی. خیلی ها بعد یه مدتی دل سرد میشن چون هیچ نتیجه‌ای نمیگیرن. پس واقعا چی مهمتره؟ فکر یا باور؟ قانون باور چیه؟ قانون باور میگه اون چیزی که عمیقاً باور داری مسیر زندگی تو تعیین میکنه، که فقط فکرهایی که از سرت میگذره نیست. یعنی اگه در سطح ناخودآگاهت قبول داشته باشی که لایق موفقیتی، رفتار، تصمیمات، تلاشت همه با هم با اون باور هم راستا میشن. باور یعنی احساس و یقین درونی. مثلا اگه واقعا باور داشته باشی که میتونی یه کارآفرین موفق باشی بدون اینکه به خودت بگی من دارم جذب میکنم، ناخودآگاه میری سراغ یادگیری، ریسک پذیری و مهمتر از همه اقدام. چطور باور بسازیم؟ تغییر زندگی با تغییر باور شروع میشه، نه فقط تغییر فکر. برای ساختن باور باید تجربه‌های کوچیک موفقیت داشته باشی. جملات تأکیدی رو با احساس بگی. خودتو در معرض آدم‌هایی بذاری که باورهای قدرتمند دارن و از همه مهمتر عمل کنی، چون عمل کردن قوی ترین راه برای تثبیت یه باوره. پس قانون جذب میتونه الهام بخش باشه، اما اگه با قانون باور همراه نباشه فقط یه رویای قشنگه. این باور توئه که زندگی تو رو میسازه، نه فقط افکارت. حالا تو بگو، آیا به قانون جذب اعتقاد داری یا فکر میکنی قانون باور قدرتمندتره؟ تو کامنت ها برام بنویس، چون قراره با همدیگه یه جامعه آگاه و قوی بسازیم.